امروز به صحنه اندلیب هوسکاران صنعت از زادگاه آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی آمدند از شهر باستانی پنجکه. ما سلام از لایقی شیرین سخن آورده ایم، شعر او چون آتشی عشقی وطن آورده ایم. اندلیبانی خوشیلهانی زرفشان ما، ناله سفت و نوا بر انجمن آورده ایم. خور عمومی صبح با شکوه، شعر اعظم صدقی، آهنگ شرافالدین سیفالدین. خورمستر دادا بابایف، هوسکاران صنعت شهر پنجکند. نوازش یکه ناله ستا. رامشگر آموزگار مکتب صنعت شهر پنجکند صابرجان اسماعیل است.
باید برک. در صحنه حاضر جوابان شهر پنجکین و چون انانه بیت نخستین را برای آغاز بیت برک از جانب حکمان گفته می شود. دیاری رودکی با چنگ و تارش غلغلانداز است. صدای شعر والا از دل تا دل و پرواز است. آن کمر بستن و خنجر زدنش را نگری، طرف دامن به میان بر زدنش را نگری. دوستان تا عمر باشد هر بهار عاشق شود، با نگار در جهانی پرنگار عاشق شود. در میانی دوستان مسرور باش، در خیرت داری زی دشمن دور باش. شیشه ما تنگ خارا بشن، خامی ما پخته ها را بشن. در باز بلند از قدی پستم نرسید، بر ماهی دریای تو شستم نرسید. دل بطاق ابروی او می پرستی می کند، دل بطاق ابروی او می پرستی می کند، چون کبوتر در رواق کعبه مستی می کند. دوستان این شب دوای جانی محزونم کنید، برترم افسانه خوانید و افسونم کنید. دنیای بیکرانه زیباست با ترانه، با شیر عاشقانه، با عشق شاعرانه. علا شیری عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت، علا شوری دلی دنیا مرا تو زنده خواهی داشت. تاجیکستان روی دارد دوستان را انتظار، دوستان سه برده و آب روان را انتظار. روزی که گذشت از او دگر یاد مکن، فردا که نیامده فریاد مکن. ناکرده گناه در این جهان کی بگو، وان کس که گناه نکرد چون بگو. او کیست جوان است و جوانی نکند، با حسن جوانی دلستانی نکند. در آن نفسی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. مژده وصل تو کو پسری جان برخیزم، طایری قدسم و کزدام جهان برخیزم. من در هوس چهره خندان تو باشم، در بند سری زلف پریشان تو باشم. ما آفریده های خدای محبتیم، ما در زمین فتاده به پای محبتیم. مرو از من که با تو می رود دنیای رنگینم، مرو از من که با تو می رود غمهای شیرینم. من بی تو همه لطف خدا را چه کنم، بی حضورت نظری دیده به دنیا چه کنم. می نویسم من سرود صلح را با خون دل، با تپیدنهای بی آرام روزافزان دل. لیک سینا آنقدر این بام را برداشته است، این و آن کی میتواند نردبان ماند به آن. ندانم که این همه ترک عدد چیست، حد خود را نمیدانم سبب چیست. تاجیکان در لحظه نومیدیش امید کرد، از ازل با چشم سیری خویش را جاوید کرد. کوه را گهواره و هر سنگ را بالینی کشید، در بلندی خویش را همسایه خورشید کرد. دوش دیدم که ملایک در میخانه زدن،
دل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. در ره گذری باز چراغی که تو را ترسم که بمیرد از فراغی که تو را. نوازش عمومی، آهنگ کلاسیکی اثر مغولچه سیگا. دسته رامشگران شهر پنجکن.
و دهه خلقی تحت عنوان ماه پری پیکر. دانشجوی آموزشگاه طبی شهر پنجکن فاطمه زیایوا و آموزگار مکتب تحصیلات همگانی رقم 71 عبدالرؤوف خندیارف می‌سرایند. ماهی پری پیکر عشقت و دلم خنجر ای ماهی پری پیکر عشقت و دلم خنجر روزن باشی من شوهر ای خوبوی زیبای روزن باشی من شوهر ای خوبوی زیبای های پاس بدوی بابا گفتی سخنی بجو های پاس بدوی بابا گفتی سخنی بجو شهر بیرم از اینجا ای بابای رسوی شهر بیرم از اینجا ای بابای رسوی در ایچ تو رفتم لاغر شدم لنگم در ایچ تو رفتم لاغر شدم لنگم آخر آی بچنگم ای خوبوی زیبای آخر آی بچنگم ای خوبوی زیبای ای بابا من دارم دردی نکن من دارم ای بابا من دارم دردی نکن من دارم ای رنگی تو بذارم ای بابای رسوی ای رنگی تو بذارم ای بابای رسوی ریشوفش من دارم دختر به تو خوش دارم ریشوفش من دارم دختر به تو خوش دارم یک بوسه طلب دارم ای خوب روی زیبای یک بوسه طلب دارم ای خوب روی زیبای ای بابا تو هوش داری؟ آمیزی تکرش داری ای بابا تو هوش داری مثل تکرش داری با مردنویش داری ای بابای رسوی با مردنویش داری ای بابای رسوی
پکو ساختی یوغ با من پرتافتی نجاگ پکو ساختی یوغ با من پرتافتی یاری خودم نشناختی ای خوب روی زیبایه یاری خودم نشناختی ای خوب روی زیبایه نجاگ پکو ساختم یوغ با تو پرتافتم نجاگ پکو ساختم یوغ با تو پرتافتم بس کردم ندانستم جانم با چشمای بس کردم ندانستم جانم با چشمای یارم بگو خیلی گو آواز کن یارم بگو خیلی گو آواز کن جانم با چشمای جانم با چشمای نمایش سر و لباس ملی باستانی مردانه و زنانه. گروهی هوسداران صنعت شهر پنجکن نمایش می‌دهند. بلبل گوی که عاشقان اینجایم را بلبل گوی که عاشقان اینجایم در صحنه مثال گل جلا بیمایم پوشیده بطن پیرهنی اجدادی لیلی صفتان در بری مجنون هایم زگرزاری باستانی تمدن کشورمان نمایش نمودهای سر و لباس ملی را این لحظه منظوری شما می‌گردانیم. جفتی نخود عروس را در سر فرنگی شاهی گردن کفتر که اطرافش شیرازه‌دار است آویزه بوده زیر آن رویمالی از ابریشم اصیل چهارگله تیار شده می‌باشد. در بر اطلس ماهتابی دارد در سر کاش طلا در گوش گوشواره نقرگین و گردنبند نقرگین زینت‌های زیورانه عروسان داماد سله شاهی بخار به سر گذاشته به قصدی اطلس گل کرم را به بر نموده است. کرته و شلوار جوان از شاهی ابریشم اصیل تیار گردیده. عروسی جفتی دوم در سر رویمال فرنگ کشتری گذاشته کمزوری اطلس ماهتابی به بر نموده در پای کفش چربی دارد. آرایشات زرگری مناسب پیراهن از تخت چبرگک طلایی بالای سر و گوشواره نقرگین و خفبند نقرگین تنگدار عبارت است. داماد در سر سله شاهی و در بر کمزوری ادرس گردش شیرازه گرفته شده با نقش تیر و کمان دارد. کمربندش از فرنگی گلدوزی می باشد که عروس مخصوص برای داماد آماده نموده است. کرته شلوارش از شاهی سفید پرجلا دوخته شده در پای محفی دارد. عروسی جفتی سوم عروس در سر رویمال غجین سفیدی از ابریشم اصیل تیار شده را در سر داشته کمزوری آینچه و کرته بنفشی فرنگی را به بر نموده است. جوان پسر در سر ساله پختگین سیمابی و در بر کمزوری به قصد هنادین
با کمربندی شاهی دستی دوست، در تن کرته و شلواری شاهی سفید و در پای محسی دارد. جفت نوبتی عروس و داماد ما، عروس و دامادی آخری اصل 19 بوده. عروس فرنگی مخملی با چشمبند دارد که از پل اسب تیار کرده شده. رویمالش چارگله گلابی و در بر کمزوری کندلی سرخ گلدار دارد که گردش شیرازه گرفته است. کرتش اطلسی گلابی، در دست رویمالچه‌ای اطلسی گلدوزی شده آرا داده شده را دارد. آرایشات زرگری مناسب لباسهایش تاش طلا و سخت و گوشواری نخرگی می‌رسد. داماد ساله سفید شاهی در سر داشته، کمزوری کندلی سفید را با کمربندی نقرگین و کرته شلواری سفید به بر نموده، در پای محسی پیران دارد. پیراهن‌های عروسی دامادی که این دم منظوری شما می‌گردند، در زمانهای گذشته چه از جهتی متا و چه از طرز دوخت شینم و معمول بودند، حتی تا سالهای 30 و 40 اصلی و بعداً تا به این روز پیراهن اطلس و کمخاب، مخمل و شاهی، فرنگ و کندل و تفت فرنگ و پرچه باز هم میان بانوان تاجیک، خاصه عروسان و دامادان، همچون سر و لباس خانگی و ادانه، تویانه و معیشی و مراسمی رایج است و تفریقه تنها در فرم دوست موجود است که وابسته به پیشرفت تمدن و وضع زمانه دوست و آرایش زمانوی احیا گردیده. چون هر یک قوم و ملت را در ظاهر از سر و لباس میشناسند و تاجیکان میان اقوام بشر با طرح پیراهن و آرایشات منصوب آن نظر رسند. سر و لباس یک جزئی ترکیبی تمدن هر یک خلقیت بوده، بیانگر فرهنگ و درک زیبایی پرستی این یا آن ملت به شمار می‌رسد. از این خاطر توجه به آرایش، دو و در بر نمودن پیراهن از دوران کهن هنوز از زمان سغدیان ابتدا گرفته تشکل و ترقی کرده. دمی که گلدختران تاجیک با پیراهن زیبای ملی و سیر طبیعت و به عالم زیبای دنیا و به صحنه‌های هنری جلوه‌گری میکنند، خیال میکنی تمام زیبایی و جلا و تراوت و تابش طبیعت رشک میبرد به حسن روزافزون او و به قبای دلربای او. چون رمز پیشرفت و ترقیات، زیبایی و گلگشکوفی تاجیکستان عزیز و گوناگونی و سحر آفرینی طبیعت ناتکرار کشور، پیش نظر 7 نازنین شرق، 7 دختر کوهسار، 7 گل رنگین جلا مثال 7 اورنگ خرامانند و تمام دلربایی ها و نازپردازی های طبیعت را جلوگر می‌کند. تابش و جلای این صحنه هر بیننده را مفتون خویش گردانیده، این همه اعجاز و هنر ملی تاجیکان را باز هم میان اقوام بشر بالا میبرد. تاکنون این همه هنرهای زیبا، این همه سر و لباس ملی ما دل جهانیان را تسخیر کردند و میکنند. پس میسازد که پیراهن ملی را چون دست آورد فرهنگی و چون درک بلندی زیبایی پرستی خلق تاجیک احیا نماییم
و به پسابندان چون انعنه نیک اجدادان به میراث داریم و ما اطمینان کامل داریم که سر و لباس ملی ما چی در زمانهای گذشته چی امروز و چی در آینده همیشه جهانیان را مفتون خویش می سازند و ما تاجیکان در روی صحنه های جهانی با این سر و لباس خویش عقل و هوش چندین نسل های آینده را خواهیم ربود. و این همه رنگینی ها و این همه تابش و جلاها و این همه رنگ های زیبایی که در این پیراهن ها عکس یافته است، این همه باز هم به حسن بانوان تاجیک شکوه و شهامت خاصه میبخشند. سرود ازبکی اوشاق از سلسله سرود خلقهای ساکن تاجیکستان. شعر علیشیر نوایی، آهنگ کلاسیکی. آوازخوان کارمند جماعت دهات سوجینه حمیده اسام‌الدینова. نیمی نان راحتی جان. در صحنه شیرینکاران شهر پنجکن. السلام علیکم. باشونه؟ ها بازارو با؟ همینجا همون شیر جرقاتی گاوکا ما جمع کرده فروختیم و بریم پریکا کمتر مایده چیده گرفتیم. شما یک لیترش خانه بساید گم نیست بگیرید و بازار به دیخونه ها؟ و شما خواهد اینجا چه کرد آگی؟ همینجا یک برای چکر هستی آمدنش در شما بود خدا اجازت کرده. خیلی خواهد. برو چخه؟ مسوه چخه مسوه؟ ها دور دوتا توچکا یکتا پاویلیونه هی مایشتا من اجرا من برای پیش دامادم خدا یک داده من برای نکاجم چون نکاجم شما کجا میره پول نداره ده ها؟ همون گاوکا میفروشم برا من رفته این کس دادار شما مایلش شما هم خطی میکنیم شما هم ببرم هزارم از جلو یا میز بتان خیلی کنیم کجا با ما میکنیم دوش کتون عبیزت نه پگو ساعتی
5 سحر در نزدم ساعتی کلام با دیر نمانه تو پاچه جون کجا میری؟ دارستمون کرنگه آب گفت تاکی ساعتی کلام بر کدام تا؟ آب برکت شهر بدن میام همگی با دیر نمانه انا یکم به خدا بری برای تا کلام بود آیا باشده که درستم آیا که جون رفت نمیتون یعنی برداشت رو پدر خونش من میتیم خریکه مادر جون آیخته کجا گم شده او زنک جان او بازار رفتم و خیلی بازار کلام خرید فرید ملیسا سلیسا همین دیگه تکتری خرید ستانم من از زنک آخر نکبی میبردم او زنک جان پول به یه رشه ده مادر جون و این چیزی آورگه کنیم و اختفاده به چه نرسونم وای کی پودا کی پودا بکنم آخر بلده زنک به جنگ جو شما کجا ولی دست پاس درست تلفن کنید یانگا جون برداشت خیلی بوده یه گوشه دیگه لیستی داره ندلم سناز گوه میشه شما در رفت گیره میکنی؟ اما این کس که هم خوب تا های همین به این شهری کلام با بجا خونه کن میری بیا اینجا تو ناشکری میکنم با همون زهر رو کما خورده گیدیم بلکنی کدام بود؟ همین زهری دست رشکه پخته دادم این تو شده هم پوشش سر شود مرده آفر جمع کنی همین باشه خیلی سازی که سامنه راست نگیر چه سبب قیمت سایشه ها گشنه و سرچنه بیداره سازی تو هشت بزن آمد چی؟ اما کوی نماز زده گرده لعنت بکشه کیان بسن خندشان آسد بغریب بکن بنده شان بپل منم بپل نه بپل داری ندارم بخدا ندارم نباشه عرق داری؟ عرق تمام نیست هناشا یک مشتاق ممازم دولت جو با بیمان شده است بیارم بیروزه یک عمر بیتی عمر یک عمر شما بودی یک عمر باشه با انا این حال بینید پاچه بگویم برای یک کینامی تنگه کار کنم گفتم بیاد هر روز نوشیگیش در نخوری بابو انا باید بگوی دیگه هر روز داله جا همین دولم همین شما یا شغال یا روبه فقط گوش ما میزنید ده کجا خانقمه ای پیره کارا زور شود یخته یانگی تام با ما خارجینکه بخورم
من نفهمیدمه من نفهمیدمه چی نفهمیدم؟ که هم از مامو آفت این کسی من آفت این شوزه تو تازه با دومی دارنه دومی رو برا فابریکی احمد Yaşam Geron olmaz. Direk oldum be. O boyu zararcın. Ayozam olmadım. Direk o rengi. Bana İsmail'i kovadı ya da baba. Dilam layık. Вы каждый день ссоритесь. Zararcın. Kim o? Abi dede tabii ki. Toka işte meni işte yapar bana parıyor demek ki. Hadi hadi. Здесь мусор, там грязь. Вы вообще за собой не убираетесь. Dede ki iyice menişi, uca menişi yapar peçim atlarıyım. Hadi hadi bakayım. Я сейчас милицию позову. Dede ki beni korku menişi koyayım diyeyim de. Вы еще издеваетесь надо мной? Я сейчас вам покажу. Arın taş gibi bana. Mami. Kim almasın lan çok? Halimcan bahamına luvasa işine girip dersen, rüt hali. Hani vermiyorsun? Şuna lan. Vay yerimizde kudu menkı. Kırabını kodun azından koy. Vay ine ben de şürük padarka kerdagi. Peki. Vay şürük. Vay şürük cevabı. Amen limite şıma mamba padarka kerdagi mi? Ha mamba padarka kerdagi. Vaduni manku. شما خدای برو نگوندی یک چیز برای همه برای یک چیز خورده دفعه میشی زمان کن تو بچی من اینجا آمده با خدا میدیم بود ایمان وطن رمضا خود نبودی راست بگویی ولی جانه راست بگویی همه پرگاه کسکه کرانکره بگردم نبود همه بادگاه که من برمه بیکار پروفه چلو قابلی که خودم نبود آقا اینجا آمده خودم برده کلک بگی من اینجا بهوده نگفتم چی؟ آب و خاک تاجیکستان دورم هر بوده آرالم دور آفاتم آزمای کشور بوده رقص یکا در آهنگ کلاسیکی تنوع طالبه مکتب تحصیلات همگانی رقم 1 شهر پنجکند منظوره ارسلانова می‌رقصد.